سلام دوستای عزیز و گرامی، امیدوارم که همه شما جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به اولین برنامه زبان چینایی. کبرا حسینی هستم و امروز میخوایم که زبان چینایی را برای شما معرفی کنم که چگونه یک زبانی هست. زبان چینایی یک زبان تصویری هست که دارای تصاویر و اشکال می باشه و چیزی را به نام حروف الفبا نمیشناسه. اساسی ترین فرق و تفاوت بین زبان های دیگر و زبان چینایی در همین هست که زبان های دیگر دارای حروف الفبا هست ولی زبان چینایی دارای حروف الفبا نیست و متشکل از تصاویر می باشه. مثل این تصویر یا شکلی که شما در اینجا میبینین، این شکل یا تصویر برای ما بیانگر یک معنا و یک مفهوم می باشه. ولی یک شخصی که تا هنوز با زبان چینایی سر کار نداشته بوده نمیتونه که این کرکتر را یا این تصویر را مستقیما بخونه. پس ما برای خواندن تصاویر و اشکال زبان چینایی از پینین ها استفاده می‌کنیم که مثل این پینینی موجود در پایین کرکتر به نام خاو یاد میشه. خاو یعنی خوب، که پینین متشکل از 3 بخش اساسی هسته. یکیش به نام شامو یاد میشه. شامو یعنی آغازه، عبارت از حروف هایی می باشد که پینین با او حروف آغاز میشه. و بخش بعدیش به نام یونمو یاد میشه. یونمو یعنی پایانه، عبارت از حروف هایی هست که با او پینین ختم میشه. و بخش سوم و مهمترین بخشش به نام شانگیاو یاد میشه. شانگیاو یعنی آهنگ که به ما طرز تلفظ پینین ها و اشکال و تصاویر زبان چینایی را بیانگر هستند. خب این بود از معرفی زبان چینایی. بسیار تشکر از توجهتان. اگر برنامه واقعا برایتان مفید و موثر بود، ویدیوی من را لایک کنین و چینل یوتیوب من را با دوستایتان شریک بسازین. بسیار تشکر.